پارسی نگاشته شاهنامه فردوسی قسمت 62 ادامه داستان رستم و خاقان چین. آگاهی یافتن افراسیاب از شکستن لشکر. کارگاهان افراسیاب را از شکست سپاه و به بند شدن بزرگان و گریختن پیران به ختن و آمدن سپاه ایران به سوی کنگ آگاه نمودند. شاه توران بزرگان و موبدان را فرا خواند تا چاره جویند. بزرگان او را به نبرد با رستم دلیر گرداندند. پس در گنج ها بگشود، لشکریان را بخشش نمود و روان را برای خون ریختن آماده کرد. فریبرز با نامه و پیشکش کیخسرو به نزد تهمتن بازگشت. سپاه به سقد راندند و زمانی را به نخچیر و بزم گذراندند. چون به یک منزلی شهر بیداد رسیدند که دژ و باره آباد داشت و خوراک آنان از پریچهرگان و کودکان نارسیده بود، جان پهلوان 3000 سوار به گستهم و گرد خردمند بیژن و هژیر سپرد تا با کافور فرمان روای بیداد رزم نمایند. خود با سپاه ایران پیروزمندانه با مال و خواسته بسیاری که از تورانیان به جای مانده بود به درگاه کیخسرو کشیدند. شاه آنان را پذیرا گشت و بر پهلوانان گوهر افشاندند. تهمتن گزارش جنگ را بازگو نمود و 1 ماه نزد شاه ماند و پس از آن خواستار بازگشت به نزد پدر شد. شاه او را با پیشکش بسیار تا 2 منزل بدرقه نمود. از آن سوی کافور و سپاه کمند افکن به سان پلنگان جنگی بر سپاه ایران درآویختند. چون گستهم جهان را در کف دیو واژگونه دید، بیژن را به نزد تهمتن فرستاد تا با 200 سوار به یاریشان بشتابد. رستم چو بادی که از کوه سیاه برخیزد به سوی دژ تاخت. چون کشتگان ایرانی بدید بر کافور نهیب زد. ای بد سرشته بد هنر، زمان رنج و رزم تو فرجام یافت. کافور شمشیر خیش به سان تیر بر تهمتن آورد. جان پهلوان سپر پیش آورد و چون از گزند شمشیر در امان گشت، به گرز بر سر فرمان روای بیداد کوفت که سر و ترگ و یالش از تن بگسست. بیدادیان در دژ ببستند و از باره تیر بر سپاه ایران افشاندند. این دژ را ساخته افسون تور دانستند و هیچ شاهی نتوانسته است بر آن دست یازد. تهمتن فرمان داد تا سپاه به 4 بهره شوند. گودرز، طوس، گیو و رستم بر 4 سوی دژ جای گرفتند. هر آن کس که از باره سر برون می آورد به تیر جانش را می ستاندند. پس فرمان داد تا پی باره ها کنده نمایند و در زیر آن ستون چوبی زنند و به نفط سیاه در آمیزند و آتش افکنند. بدین چاره باره تور را فرو فکندند و از هر سو سپاه به دژ تاخت و به تیر سر دژداران به باد دادند. گرامی تران کس که از مادر زاده نشد. سواران ایران پیاده شدند و به تبر و نیزه رزم را پی گرفتند. دژنشینان رو به دشت گریختند. بسیار کسان کشته یا گرفتار شدند. گنج و خواستی بسیار
بر ایرانیان بماند. رستم سر و تن بشست، با بزرگان به نیایش یزدان نشستند. پس از آن بر تهمتن ستایش گرفتند. پهلوان پاسخ داد: تهمتن چنین گفت کاین زور و فر، یکی خلعتی باشد از دادگر. شما سر به سر بهره دارید از این، نه جای گله است از جهان آفرین. گیو را فرمان داد تا با 10,000 سوار سپردار به سوی ختن تازد، تا نگذارد ترکان گرد آیند و سپاه سازند. گیو با سپاهیان پس از درنگ 3 روزه بازگشتند و از تورانیان بسیار دلیران نامدار، پرستندگان خوب رخ و مال و خواسته با خود بیاورد. رستم بخشی به نزد شاه فرستاد و بهره دگر به سپاه بخشید. 3 روز درنگ نمودند و در 4مین روز سپاهیان به جنگ افراسیاب روی نمودند. به افراسیاب آگاهی رسید که بوم و بر زادشم ویران شد. شاه توران به سگالش بزرگان لشکر آراست. چون درگاه توران از کسان توی شد، پهلوان شیردل فرقار نام که بند بسیار دیده و گریخته بود فراخواند و او را به کارگاهی به سپاه ایران فرستاد. بر شیده پور خیش رازها برگشاد و در فرجام از تهمتن و سپاهش و بیم خیش سخن راند. شیده بر پدر دل بداد و او را به خواندن پیران و خویشانش خواند تا چاره رزم برآورند. چون جهان به شب سیاه گشت، فرقار بازگشت و از شکوه سپاه و دلاوران ایرانی چنان سخن راند که شاه توران دژم گشت. در زمان پیران همراه پهلوان به درگاه رسید. شاه آنان را پذیرا گشت و سخنان فرقار را باز گفت. پیران چاره جز جنگ ندانست، پس فرمان داد تا لشکر بیارایند و به هامون شوند. دبیر جهاندیده را فرا خواند تا نامه‌ای به پولادوند نویسد و داستان بازگوید تا منشور فرمان روایی نیمی از سرزمین و گنج توران به یاری شاه شتابد. نامه به شیده سپردند. پولادوند چون نامه برخواند، بزرگان و سرداران خیش فراخواند و با سپاه اندوه به سوی افراسیاب شتافت. پس پیران به پذیره رفت. افراسیاب بسیار سخن گفت از کار سیاوش و کینه‌ای که به این سبب برآورد و نبردها و رزمها که بزرگانی چون کاموس در آن تباه گشتند. پولادوند پاسخ گفت در جنگ شتاب نکنید که اگر رستم همان است که مازندران را تباه ساخته، پهلوی دیو سفید را شکافته و جگرگاه پولادقندی و بید را برون کشیده، مرا به تنهایی پایاب او نیست. سپاه به انبوه بر او تازید تا من چاره او بسازم.